تقریبا تنها بانوی هنرمند سینمای ما هستیم که نترسیم دیگه. چیزی هست ازش بترسیم؟ فقط خدا. فقط خدا. تا حالا تو خونه ای جایی چیزی شده اصلا ریاکشنی؟ اصلا از باب تنهایی که اصلا، چون من میگم آدم اصلا یه دفعه می‌خواستم ببینم اگه الان اینجوری بیاد آقا بعد اینم بزنید من همه بچه‌ها میبین اینو بهش میگن عکس العملو. این چه کاری آقا الان کی بیاد اینا رو جمع کنه حالا دست من نمیدونم، حالا بگین دیگه ببینید کار اضافه کردین دیگه. علی آقا زحمت میکشه. دیدین آقا ما نترسیم. هر کی ظرفیت شما نداشته یه دونه باشه بشونین منم دو تا. اگه بود الان اینجا یه دونه دیگه براتون میذارم. رکورد بیخوابیتون چقدر بوده؟ من 48 ساعتم شده نخوابیدم. خب بعد رو پوستتون که تاثیر میذاره اینجوری. من خیلی از دوستان واقعا خب الان پیج داریم میان به من مثلا تو پیج میگن خانم مقانلو ماشاءالله شما نمیخوای پیشی. من خندم میگیره. تو هر برنامه خیلی راحت من گفتن خانم مقانلو چند سالتونه؟ گفتم من 48 سالم. ماشاءالله زنده باشه. خیلی هم از من مثلا سوال میکنن که خانم مقانلو واقعا تا حالا بوتاکس نکردی؟ میگم من اصلا واقعا از سوزن میترسم. من یه روز داشتم توی خونه برای خودم همینجور کار میکردم، شبکه یک خانواده بود. آره سیمای خانواده 92 93 بود، نمیدونم الان تقریبا 2 سال خورده. دقیقاً سال آخرم بود. من الان این کرم ضد چروک 5040 اسم شما داشتی راجبش صحبت میکردیم. بالاخره ما گریم‌های خیلی شدیدی داریم و من دقیق دنبال یه چیزی میگشتم که خب ضد چروک باشه. خیلی خوب بود واقعا. یعنی من واقعا این رو تا تقریبا 2 هفته اول که استفاده کردم احساس میکردم یه کششی توی صورتم حس میکنم. یه جوری بودم که احساس میکنم داره کشیده میشه زندگیش. خیلی خیلی خوب بود و دیگه بعد از تا 3 ماه که استفاده کردم خیلی به اصطلاح بیشتر ازش راضی شدم. این کرمی که من میذارم مثلا جای خنده منو برده توی این مدت. میدونی مثلا خطی رو پیشونی من نیست. ببینی من خیلی عادی مثلا همه من میگن تو خدا رو میگم به خدا من هیچ کاری نمیکنم، من اینو استفاده میکنم. شماره 5 رو به 1050 40 پیامک کنم.